سلام، امیدوارم کارتون خیلی خوب باشه. من زهرا باقری هستم و اینجا با هم سیاه قلم یاد میگیریم. به کانال من خیلی خوش اومدین. توی ویدیو اولی که میخوام به صورت جدی بذارم، میخوام براتون خودم رو معرفی کنم و بگم کیم. من زهرا باقری هستم، مدرس و طراح سیاه قلم که توی این کانال قراره با هم سیاه قلم طراحی کنیم و سیاه قلم یاد بگیریم. اگه دوست دارید و به سیاه قلم علاقه داری، کانال من رو سابسکرایب کن و روی اون زنگوله بزن تا اینکه اگه ویدیو جدیدی گذاشتم بهت خبر داده بشه و با آموزش های من همراه بشی. به زودی توی کانال یوتیوبم قراره خبر خیلی خوبی رو بگم که خودم خیلی براش هیجان دارم و به زودی براتون میذارم. دارم پلناشو میچینم تا اینکه براتون این آموزش ها و ویدیوها رو بذارم که یه کوچولو سوتی دارم. من اگه بخوام یه چیزی رو نگم درجا سوتی میگم و اون طرف کاملا متوجه میشه که درباره چیه موضوع. بکنم شما اگه متوجه شدین خودتون رو بزنید به ندونستن تا خبر رو بهتون بگم. 19 سالمه و تهران زندگی میکنم و اصالتا مازندرانی هستم، شهر زیبای آمل. نمیدونم تا حالا رفتین یا نه، ولی یه جای سرسبز و خیلی با آب و هوای خوبه که من خودم شیفته آملم. الان به صورت 5 ساله که دارم به صورت حرفه‌ای سیاه قلم کار میکنم و سفارش میگیرم و هم آموزش میدم. توی کارم فراز و نشیب خیلی زیادی داشتم، کلاس های زیادی رفتم، تجربیات زیادی دارم. زمانی که داشتم نقاشی میکردم به تجربه زیادی رسیدم. 8 ساله که دارم طراحی انجام میدم. اون اولا که شروع کرده بودم طراحی سیاه قلم انجام نمیدادم و اینکه خودم بالای 400 طراحی انجام دادم که به صورت سفارشی بوده و اینکه براشون ارسال کردم. و اینکه اگه به سیاه قلم و طراحی و آموزش دوست داری ببینی و سیاه قلم یاد بگیری، حتما با کانال یوتیوب سیاه قلم با زهرا همراه شو که اینجا قراره به زودی خبر خوبی رو بهتون بگم. لطفا اگه دوست داری با من همراه باشی و سیاه قلم رو یاد بگیری، روی دکمه سابسکرایب بزن و زنگوله رو روشن کن که اگه من ویدیوی جدیدی گذاشتم بهت اطلاع داده بشه و تا با هم همراه بشیم و آموزش ببینیم.